بیستمین سال روز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود، مرد استوار آزادی، آزادگی و عدالت، مردی سنگر شکن و گردن شکن، مردی که دشمنی آن بعد از 20 سال تا به دیدن قبر آن ابرمرد را نداشت قبر آن را با گلوله بستند، مردی که با رفتن آن صدای غربت از ناله های غریبانه‌ای که در این سرزمین بی آسمان گاهی فریاد را گم کرده‌اند، مردی که با رفتن آن عنکبوت مرگ همه جا تار می‌تند. آهای مردی اسطوره‌ای، می‌فهمی با رفتن تو آینه ها هم به اعتبار شدن و تصویر همراهانتان چند رنگ شد. آنها غرور را به خیال تو شادمانی می‌کنند. تمام جراحت‌های قلب شما را به افتخار دوستی با شب‌خوان مغز آشام سر می‌کشند. مگر شما نمی‌گفتید که همه به هم قول داده‌ایم که در تمام خوشگذاری‌های عمرمان باید باران شویم و بر هم بباریم؟ اکنون پس از شما چرا هیچ کس باران نمی شود؟ چرا دیگر هوا بوی لطافت و اعتماد نمی دهد؟ چرا افتخارات را که شما به تاریخ دادید در جبهه های میزده دفن می کنند؟ چرا دودمان تاریخی من را به دار می کشند؟ من از آدمک هایی که به سرزمین من شیوع کرده‌اند بیمناکم. من از حبس صداقم می ترسم. من از پرده های متقلب بیمناکم. آهای قهرمان، در این کسوفی رنج آفرین تمام فصل های عمرمان را یخ میزند. در هوای این انسان های بی چهره و صورت نفس کشیدن سخت است. ای ابرمرد، ما هم هنوز به نام شما منتظر فردایی هستیم که خواهد آمد. اگر کشتی سرنوشت ما در میان قطره های خون شما شناور باشد، ما را بیمی از طوفان نیست.